یکی از پرسودترین پرورش ها در بین پرنده ها پرورش فینسانانه. فینسانان بسیار عالیه و از نظر سوددهی خیلی خوبه و یکی از خوبیاشون هم اینه که سرصدای زیادی ندارن، بوی بدی ندارن. یعنی شما میتونید در یه دونه اتاق خواب یه استارت پرورش فنج رو مثلا به تعداد 50 جفت مولد استارت بزنید. خیلی هم فوق‌العاده عالی و سودسازه. اما سوال خیلی از دوستان اینه که ما چه نوع فنجی رو بریم استارت بزنیم و پرورش بدیم. ببینید، ما اولین فنجی که تو خونه خیلی ها هست فنج زبرای معمولیه که من اصلا اینو توصیه نمی کنم، چون ارزش اقتصادی نداره. به اون مقداری که اینا خرجشون هستش درآمدزایی نداره. پس دور این قضیه فنج معمولی زبرا رو خط بکش. ما دو نوع پرورش داریم. یه پرورش گله‌ای داریم که خب وقت تو خیلی کم میگیره، میتونی داخل یه تور یا توی خونه 100 جفت 200 جفت بریزی و پرورش بدی، که آموزش 0 تا 100 این شیوه پرورش رو گذاشتم، میتونی از قسمت ویدیوها این ویدیو رو ببینی. اما مدل دیگه پرورش به شیوه قفسیه که خب وقت گیره دیگه. مثلا شما فرض رو بر این بگیر 200 جفت مولد داری، در روز باید 200 جفت رو بیای چیکار کنی؟ آبشون رو عوض کنی، دونشون رو هر 2-3 روز عوض کنی. دونهایی که میدی مثلا فقط دونه ثابت که نیست، شما چاشنی باید به پرندهات بدی و هر روز باید این چاشنی ها رو به پرندت بدی. لذا قطعا وقت زیادی میگیره. باید حداقل در روز 3-4 ساعت برای پرورش مثلا 100 جفت 200 جفت وقت بذاریم. تنها مشکلش هم همینه و هزینه تجهیزات اولیش که همون قفس و آبخوری و دونخوریه. چون در پرورش گله‌ای شما یه دونه آبخوری میذاری، 2 تا دونخوری میذاری، تموم. 5 دقیقه وقت میذاری، آبخوری رو عوض میکنی. چاشنی هم که میخوای بدی یه دفعه‌ای مثلا چند تا تخم مرغ، آب پس، سیب زمینی، هویج، هر چی میخوای بذاری یه دفعه‌ای توی ظرف بزرگ برای همشون میذاری. نهایت وقتیت که ازت میگیره در روز 10 دقیقه است. فنج‌هایی که میشه به صورت گله‌ای پرورش بدی، اولین فنجی که بسیار عالیه برای بحث پرورش گله‌ای همین فنج‌های نرگسیه. نرگسی چند مدل داره. نرگسی سفید داره، ایزابل داره، سیلور داره و شکلاتی داره. نرگسی شکلاتی بسیار عالیه، ارزش اقتصادی خوبی هم داره، خیلی هم خوب جوجه میده، خودش هم جوجه بزرگ میکنه، احتیاجی به پرستار هم نداره. میتونید استارتش رو بزنید و این کار رو انجامش بدید. فنج دومی که تو گله جواب میده و خودش هم جوجه هاش رو بزرگ میکنه فنج ستاره‌ایه. سر نارنجی داریم، سر آبی داریم، سر قرمز داریم. این فنج زیبا هم میتونه خودش جوجه هاش رو بزرگ کنه، بازارش هم خیلی خوبه، بازار تمام پرنده ها در حال حاضر خوبه. اما اینجا ایرانه دیگه، یه وقت جلو صادرات بسته بشه باز یه مقداری نه فقط پرنده، برای تمام شغل‌های سری مشکلات ایجاد میشه. شما میتونید 100 جفت ستاره ای رو بریز داخل یه گله لانه گذاری کنی، اما مثلا مقدار 120 تا لانه، و بعد دیگه کاری هم نداشته باشی، طبق تغذیه انجام بدی، خودشون جوجه میدن، جوجه ها میان بیرون. شما میتونید جوجه ها رو بعد از 2 ماه جدا کنی و برای فروش آماده کنی. نرگسی شکلاتی هم دقیقاً همینه. اما فنج بعدی که اونم تو گله ولی با یه سری شرایط خاص‌تر انجام میشه فنج توتیواره. فنج توتیوار هم سر نارنجی داره، سر قرمز داره و سر آبی داره. فنج توتیوار خب یه مقدار مبلغ زیاده، یعنی شما بخوای 50 جفت فنج توتیوار مولد تهیه کنی حداقل باید 300 میلیون پول یا بیشتر داشته باشی که بتونی استارت رو بزنی. فنج بعدی که تو گله میشه نگهداری کرد فنج جغدیه که در جغدی شکلاتی داریم و جغدی نرمال. اینا درآمدزاییش فوق‌العاده عالیه، خوب تو گله هم جواب میده، اما حتما باید تخم گذاری که انجام دادن تخم ها رو جمع کنید تحت یه سری شرایط که ویدیوشو به زودی ضبط میکنم. این رو باید شما تخم ها رو جمع کنی و بزنی زیر پای حمال، یعنی پرستار اینا همه هم یه مدل فنج، اونم فنج بنگالیه. خیلی از فنج کینگ هم استفاده میکنن ولی من پیشنهادم فقط فنج زیبای بنگالی است که فوق العاده پرستارهای عالی هستن. یعنی شما باید گله مولد تو داخل یک فضای باز به صورت گله‌ای بریزی، بعد قفس جفت بنگالی یعنی پرستار قرار بدی و حالا یه سری شرایط رو مهیا کنی، تخمه ها رو با هم دیگه جابجا کنی، تخم پوچ بزنی زیر
مولدای اصلی، تخمای اصلی رو بذاری زیر بنگالیا. بعدی گونه فنچ کرواتیه. کرواتی سفید داریم، کرواتی نرمال داریم، کرواتی شکلاتی داریم. اینا فوق العاده خوبن، اما به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی تو گله خودشون جواب نمیدن. فقط تخم گذاری میکنن، مجبوری اینا رو بزنی زیر پای پرستار که همین باز فنچای بنگالی هستن. میزنی زیر پرستار، بنگالیا بزرگ میکنن. اما فنچ زیبای دیگه ای که واقعا سودسازه و خیلی عالیه فنچ گلدینه. فنچ گلدین دوستان به هیچ عنوان خودش جوجه بزرگ نمیکنه. اگرم بهت گفتن ما بهت میدیم خودش بزرگ میکنه، شاید یه لانه دو لانه بعد دیگه میبینی به مشکل میخوری. اینا تو گله هم خیلی جواب نمیدن، فقط جفت. بهترین حالتی که میخوان شما ازش راندمان بالایی داشته باشید، چون هدف ما کسب درآمده، نه اینکه پرنده رو نگاه کنیم فقط برای عشقمون. اون عشق و علاقه یه مطلبه، درآمده یه مطلبه. خیلی از دوستان هزینه میکنن که به درآمد برسن. لذا اگه خواستی فنچ گلدین استارت بزنی، از هر پرورش دهنده حرفه‌ای که سوال کنی اینو بهت میگه حتما جفت داخل قفس، و به ازای هر جفت فنچ گلدین 2 جفت باید شما پرستار داشته باشی که همین پرستاراش هم باز میگم فنچ بنگالیه که میتونید به نتیجه های عالی برسید. اما گزینه آخری پیشنهادی من گزینه فنچ گلو بریده سفیده، ولی خب مبلغش فوق العاده بالاست، قیمتش خیلی زیاده، بعضا تا 17-18 میلیون هم هستش. اگر میخوای حالا سرمایه گذاری کنی، مثلا نتیجه خوبی هم بگیری رو این مدلم، ولی بازم من خیلی پیشنهاد روی این قضیه از استارت اول نمیزنم. اونایی که حرفه‌ای ان خب مثلا میرن تهیه میکنن، تازه همونا هم 5 جفت 10 جفت کنار الباقی فنچاشون دارن و استارت فنچ گلو بریده هم میزنن. اگر قصد راه اندازی سالن رو داری و میخوای کمکت کنم 0 تا 100ش، شماره موبایلت رو در کامنت ها بنویس تا از طرف ما بهت زنگ بزنم.